سال 2025 سالی با انرژی عدد 9 است. در علم اعداد عدد 9 نماد پایان، دگرگونی‌ها و رها کردن چیزهایی هست که دیگر به درد نمی‌خورند. این بهترین زمان است برای هماهنگی ذهن ناخودآگاه شما با شروع‌های تازه. سال 2025 سال رها کردن الگوهای قدیمی است. یک فرصت عالی برای پاک کردن صفحه ذهنت و ایجاد فضایی برای رشد و فراوانی. این زمانی است که می توانی ذهنت را دوباره برنامه ریزی کنی و با انرژی دگرگون کننده 2025 همسو شوی. سال 2025 را با گفتن این جملات تأکیدی قدرتمند شروع کن. من گذشته‌ام را رها می کنم و آینده‌ام را می پذیرم. من پذیرای امکانات بی نهایت به زندگیم هستم. من ورود رشد، وضوح و فراوانی را به زندگیم خوش آمد می گویم. اگر می خواهی با انرژی کیهانی سال جدید همسو شوی و تمام خواسته هایت را جذب کنی، برای تایید بنویس 2025.